خب دئودنوم یا 12 اولین قسمت روده باریک هست. همطور که گفتیم روده باریک از 3 قسمت تشکیل شده. دئودنوم یا 12، بعدش میرسیم به ژژنوم و بعدش ایلئوم. و ایلئوم از طریق دریچه ایلئوسکال ارتباط پیدا میکنه با قسمت سکوم که اولین قسمت روده بزرگ هست. در اینجا شما دئودنوم رو میبینید، شبیه نعل هست، از 4 قسمت تشکیل شده، حدوداً 25 سانتی متر طولش هست. یک قسمت ابتدایی داره که تقریباً افقی و به سمت عقب هست. این قسمت معمولاً داخل سفاقی هستش، حدود 2.5 سانتی متر قسمت حدود 5 سانتی متر طولش هست. بعد میرسیم به قسمت نزولی که 7.5 سانتی متر طولش هست. قسمت افقی سوم، یعنی قسمت سومش حالت افقی داره، حدود 10 سانتی متر طولش هست. و بعد از اون میرسیم به قسمت انتهایی که به ژژنوم متصل میشه و خم دئودنوژژنال رو تشکیل میده و حدوداً 2.5 سانتی متر طولش هست. همطور که گفتیم همه قسمت‌های دئودنوم به جز قسمت ابتداییش اینها خلف سفاقی هستند و علاوه بر این قسمت اولش توسط رباط هپاتودئودنال متصل میشه به در واقع کبد و در واقع این لیگامنت یا رباط هپاتودئودنال بخشی از همون چادرینه کوچک هستش که میاد بین معده، قسمت ابتدایی دئودنوم و همچنین کبد، سطح تحتانی کبد کشیده میشه. علاوه بر این قسمت این دئودنوم به دلیل اینکه حالت مخروطی شکل داره، در عکس‌های رادیوگرافی که انجام میشه به صورت یک حالت کلاهک مانند دیده میشه که به عنوان کلاهک دئودنال یا دئودنال کپ نامگذاری میشه. پس اگه بخوایم قسمت‌های مختلف دئودنوم رو، یعنی اون قسمت ابتداییش رو در موردش صحبت کنیم، اول طولش 5 سانتی متر بود و به این شکل بود که این قسمت داخل سفاقی هستش همطور که گفتیم و علاوه بر اون به این شکل که می‌بینید در عکس‌های رادیوگرافی بعد از اینکه حالا اگر که باریومی به مریض داده شده باشه که حالت رادیو اوپک پیدا کنه این ناحیه، یعنی در ایکس ری، در عکس ایکس ری مشخص باشه، به صورت قسمت ابتدایی به صورت دئودنال کپ یا به صورت یک در واقع کلاهک دئودنال نامگذاری میشه که این در حالت یک کلاهک دئودنال نرمال هستش که اینجا ملاحظه میکنید. این قسمت در واقع پیلور آنتروم هست از معده و بعد اینجا ناحیه اسفنکتر پیلور، در این قسمت اسفنکتر پیلور قرار داره و این قسمت هم که دیگه ابتدای دئودنوم هست و به عنوان کلاهک دئودنال نامگذاری میشه. خب میرسیم به دومین قسمت 12. دومین قسمت 12 به صورت نزولی قرار گرفته و همچنین 10 سانتی متر طولش هست. این قسمت از 12 در واقع جایی هستش که از لحاظ جنین شناسی روده پیشین یا فورگات به میدگات متصل میشه. در جنین شناسی ما روده رو کلاً از ناحیه حلقی تا قسمت پایین به 3 بخش فورگات، میدگات و هایندگات تقسیم میکنن که حالا به صورت روده پیشین، روده میانی و روده پسین نامگذاری میشه. حالا جایی که دوتا روده فورگات و میدگات به هم متصل میشن در واقع همین قسمت دوم 12 هستش. خب این قسمت اگه توجه بکنید ما مجاری صفراوی از کبد که خارج میشن به صورت مجرای کبدی راست و چپ از کبد خارج میشن، بعد یک مجرای کبدی مشترک رو تشکیل میدن، بعد از اون مجرای سیستیک هم میاد به اینها اضافه میشه و مجرای سیستیک مربوط هستش به گالبلادر یا کیسه صفرا. مجرای سیستیک هم به اینها اضافه میشه و بعد از اون یک مجرایی رو تشکیل میدن به نام مجرای بایلدال یا مجرای صفراوی و این مجرای صفراوی از پشت قسمت اول 12 و ناحیه پیلور عبور میکنه و میاد در دومین قسمت محاذات دومین قسمت 12
مجرای اصلی لوزالمعده هم بهش متصل میشه. یک مجرای مشترک دیگه به نام هپاتوپانکراتیک داکت رو به وجود میاره و بعد اینها تبدیل به یک ناحیه آمپول مانند، یعنی قسمت مجرای مقدار چون این مجرای اصلی هم داره بهش متصل میشه مقدار حجیم‌تر میشه، به نام هپاتوپانکراتیک آمپول هستش یا آمپول واتر نامگذاری میشه و ترشحاتشون از طریق پاپیلای ماژور که یک برجستگی بزرگی هست در دومین قسمت 12 تخلیه میشن به دومین قسمت. در قسمت بالای کمی بالاتر از قسمت پاپیلای ماژور پاپیلای مینور رو داریم که پاپیلای مینور هم یک مجرایی به نام مجرای فرعی پانکراس هستش که در رأس این پاپیلای مینور باز میشه. پس در قسمت دوم 12 چیز مهمی که ما داشتیم پاپیلاهای مینور و ماژور بودن که به بخش دوم 12 باز می شدن. در مورد سومین قسمت 12 باید بگیم که سومین قسمت 12 در واقع طولانی ترین قسمت 12 هستش، بلندترین قسمتش هست و از جلوی یک سری عناصر رد میشه مثل ورید اجوف تحتانی. پس از جلوی ورید اجوف تحتانی از جلوی آئورت رد میشه و اینکه کلا از مجاورتی که خودش داره، پس از عقب مجاورت سومین قسمت 12 از عقب با ورید اجوف تحتانی هست، با آئورت هست و همچنین با ستون مهره‌ای که در پشتش قرار گرفته. از جلوی سومین قسمت 12 عروق مزانتریک فوقانی مثل شریان و ورید مزانتریک فوقانی عبور میکنه و به این ترتیب مجاورت به این قسمت ها رو، یعنی قسمت سوم رو به این ترتیب ملاحظه میکنید. قسمت چهارم 12 در سمت چپ در واقع آئورت هست و این قسمت میتونیم بگیم که تا مهره دوم در واقع دوباره صعود میکنه و در جایی به نام خم دئودنوژژنال به ژژنوم متصل میشه. خم دئودنوژژنال یعنی همین ناحیه‌ای که دارید می‌بینید که دئودنوم داره به ژژنوم متصل میشه به وسیله یک رباتی به نام ربات تریتس یا ربات آویزان کننده که یک بخش لیفی عضلانی هست، یعنی هم بافت همبند متراکم در ضخامتش هست و هم عضلات، میاد به ستون راست دیافراگم. اگر ستون راست دیافراگم باشه این ربات تریتس میاد به ستون راست دیافراگم متصل میشه و به این ترتیب این قسمت رو در واقع حمایت میکنه. خب در مورد خونرسانی ناحیه 12 باید بگیم که برای که ما بتونیم کاملا این خونرسانی رو مشاهده کنیم این در این قسمت معده برداشته شده و در واقع ناحیه پیلور و ناحیه اول دئودنوم هم برداشته شده برای که ما بتونیم در واقع این قسمت خونرسانی رو به طور کامل ببینیم. همونطور که گفتیم آئورت وقتی میاد از سوراخ آئورتی که مربوط به دیافراگم از محاذات در محاذات 12مین مهره سینه‌ای عبور میکنه میاد وارد ناحیه شکم میشه. وارد ناحیه شکم که شد بلافاصله یک تنه‌ای ازش جدا میشه به نام تنه سیلیاک. این تنه سیلیاک چند تا شاخه اصلی داره. یکی شریان لفت گاستریک هست که همینجا ملاحظه میکنید که مربوط بود به معده و میاد از انحنای کوچیک معده به سمت بالا میره و خونرسانی انحنای کوچیک و نواحی مجاورش رو بر عهده میگیره. شریان دیگه شریان تهالی بودش که به سمت تهال میره. خب شاخه های دیگه هم ازش جدا میشه مثل شاخه های شورت گاستری که به فندوس معده میرفت. یک شاخه لفت گاسترو اومنتال بود که میومد به قسمت انحنای بزرگ معده و به این ترتیب این هم شاخه تهالیش بود. یک شاخه دیگه که جدا میشه شاخه هپاتیک هستش که شاخه هپاتیک به سمت بالا و راست که میره ابتدا یک شریان ازش جدا میشه به نام رایت گاستریک یا گاستریک راست که اون هم میاد در انحنای کوچیک معده و با همکاری هم با لفت گاستریک با همدیگه انحنای کوچیک و نواحی مجاور اون رو خونرسانی میکنن و در بالا هم با هم آناستوموز میشن.
بعد از اون یک شریان دیگه‌ای قبل از اینکه بره وارد کبد بشه، یه شریان دیگه‌ای ازش جدا میشه به نام شریان گاسترودئودونال که این شریان گاسترودئودونال ابتدا یک شاخه گاسترو اپیپلوئیک راست رو میده که گفتیم گاسترو اپیپلوئیک راست میاد انحنای بخشی از انحنای بزرگ معده رو خون رسانی میکنه و علاوه بر اون همراه با گاسترو اپیپلوئیک چپ یا گاسترو اومنتال چپ، ببینید هم اپیپلوئیک میگن هم اومنتال، و همراه با گاسترو اومنتال چپ با همدیگه میان انحنای بزرگ رو خون رسانی میکنن. بعد از اون یک میره به سمت پایین و دو شاخه میشه، یکی سوپریور به عنوان سوپریور پانکراتیکو دئودونال، یک شریانی به نام سوپریور پانکراتیکو دئودونال ازش جدا میشه که همونطور که میبینید میشه سوپریور که میشه فوقانی، پانکراتیکو منظور این که به پانکراس یا لوزور معده خون رسانی میکنه، دئودنوم هم یعنی داره به 12 هم خون رسانی میکنه. حالا خود این سوپریور پانکراتیک و دئودونال دو شاخه میشه، یک شاخه قدامی و یک شاخه خلفی و خون رسانی دئودنوم و پانکراس رو انجام میده. یک شریان دیگه‌ای که اگه خاطرتون باشه در عروق در موردش صحبت کردیم، شریان مزانتریک فوقانی بود که پایینتر از شریان تنه سیلیاک، شریان مزانتریک فوقانی از آئورت جدا میشد که این شریان سوپریور مزانتریک حالا مبدأش خیلی مشخص نیست، یکم بالاتر هست از در پشت پانکراس. این میاد از در محاذات L1 از در واقع آئورت جدا میشه و از روی 12 روی سومین قسمت دئودنوم عبور میکنه. اگه خاطرتون باشه گفتیم که یکی از مجاوراتی که سومین قسمت دئودنوم داشت در جلو با عروق مزانتریک فوقانی بود، یعنی هم شریان و هم ورید که حالا اینجا فقط شریانش نشون داده شده. قبل از اینکه شاخه هایی که مربوط به روده ها هست بیاد از شریان مزانتریک فوقانی جدا بشه، یک شاخه ابتدا ازش جدا میشه به نام اینفریور پانکراتیکو دئودونال که این اینفریور پانکراتیکو دئودونال بلافاصله بعد از اینکه خارج میشه به دو تا شاخه اصلی تقسیم میشه، یکی اینفریور پانکراتیکو دئودونال قدامی و یکی اینفریور پانکراتیکو دئودونال خلفی که این دو تا سوپریور و اینفریور پانکراتیکو دئودونال ها چه قدامیش و چه خلفیش در اطراف سر پانکراس آناستاموز میکنن با هم دیگه و هم خونرسانی قسمت هایی از پانکراس رو بر عهده دارن و هم خونرسانی در واقع 12 رو بر عهده میگیرن.